قبلا وقتی نزدیک ماه رمضان میشد خیابونا پر میشد از ماشین عروس، ولی حالا من خیلی وقت ماشین عروسی تو خیابون ندیدم. یه جورایی دلم به پدر مادرها سوخت. یه عمر قناعت کردن، یه عمر لباسی که دوست داشتن و نخریدن، یه عمر زیارتی که دوست داشتن و نرفتن، یه کفش رو تا سالها پوشیدن، گفتن آینده بچه هامون مهمتره. حالا بچه هاشون بزرگ شدن، توان استقلال ندارن، کار خوب ندارن، جایگاه اجتماعی ندارن. بچه هم یه جورایی شرمندن که هنوز پای سفره پدر مادرن، هنوز با قول قدیمی ها دست و سفره پدرشون میبرن. خدایا همه یه جورایی بریدن، نه از این که کار کردن، از این که هر چی دویدن بی نتیجه بود.